آغاز شفاعت از تو سالمی، حسرت فردای تو دارد آقا گوشه صحرا سراید حرمه. حال عباس خاک سرزاب گل پای تو دارد آقا زیر پایت نظر افکن که تماشا دارد دل آواره به خاک قدمت جا دارد. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل. تا که من چون حسن عسکری آقا دارم ز عیار گل دلبر دل زیبا دارم. زندگی زیر لبایش چه صفایی دارد. روزگار خوشی است این قد و بالا دارم. با محبت تر از این جمله ندارم در دل که به بالای سرم مثل تو بابا دارم. به وجود تو امام حسن عسکری است که به کنعان دلم یوسف زهرا دارم. آقا جانم ای بنازم به مقامت که امانت داری. من امان نامه ز امضای تولا دارم. حاجت روی جگر گوشه تو ما را کش. ای بسا دست توسل به تو مولا دارم. مادرت منتظر آمدن مهدی توست. صبح میلاد تو هنگام هم مهدی توست. نظر از سامره بردار دلم را بنگر. حرم عسکری اینجاست خدا میداند. نه من از کوی تو دورم به همین منزل چند. بعد منزل نه بود منزل نه به این هاست خدا میداند. حج تویی کعبه تویی در دل من خانه توست. کیاش حضرت مهدی رو دلشونه؟ حج تویی کعبه تویی در دل من خانه توست. طوف کوی تو مهیاست خدا میداند. حرم و گنبد و گلدسته تو در هر شهر. اینا بعضی از این آدمای کوردل فکر کردن که حرم آقا رو یه جسارتی بهش بکنن دیگه کار شیعه رو میتونن با همین حرفا و با همین کارا بسازن. دیگه نمیدونن که حرم قدسی امام حسن عسکری تو دل شیعه هاست، تو عرش بالاست. حرم و گنبد و گلدسته تو در عرش است. عرش زوار دل ماست خدا میداند. طلب و دعوت و همت همگی نزد شماست. ورنه دل غافل پیماست خدا میداند. خدا میداند.
بین ما نیست کمی فاصله ابن الهادی، جز من و گرد همین قافله ابن الهادی. صفای قدمش صلوات بفرست.